از سوختار احتیاط باشید. سوختار این علنگه اداره نشونده آتش است که نامعین به عمل آمده به خلق و دولت ضرر مادی و به هلاکت آدمان آورده می‌رساند. در روزگار ما اسباب‌های گوناگون برقی، گازی، کراسینی، آتشدان و پیچ‌های گرمیدهی وسیع استفاده برده می‌شود که در بعضی حالت‌ها از ندانستن و رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده‌های ضد سوختار خطاگی‌های اصلاح نشونده صادر می‌نماید که سببگار واقعه‌های فاجعه‌بار می‌گردد. راه‌های پیشگیری سوختار. نگذارید کودکان و نورسان به آتشبازی، افروختن گلخن و اسباب‌های برقی و گازی نزدیک شوند. در یک وقت پیوست نمودن اسباب‌های گوناگون برقی به یک نقطه جریان ناممکن است. به بی‌خطری ناقل‌ها هنگام استفاده از تجهیزات‌های برقی اعتبار جدی دهید. چون این عمل نادرست بوده خوفی به وجود آمدن سوختار می‌گردد. هر یک تجهیزات گرمی دهنده برقی را به بالای خشت، تخته سنگ و یا مصالحی به گرمی و آتش تاب‌آور گذارید. در نزدیکی آتشدان، اسباب‌های پیچی و برقی، نگاه داشتن موادهای تیز درگیرنده، آویختن و خشکانیدن متاع و هیزم نیز به سر زدن حادثه‌های ناخوش باعث می‌گردد. تا انجام کارهای رنگ‌واری در داخل بنا افروختن آتش را خودداری نمایید. پس از پخت و پس مروت‌های گاز را محکم کنید. در حالت حس کردن بوی گاز در و تیریزه ها را گشاده تا برطرف نمودن نقصان، فروزان نمودن چراغ، شمع، کشیدن پاپیروس، استفاده همه گونه تجهیزات‌های برقی و گازی قطعاً منع بوده. خطر سر زدن حادثه مدهش در این مورد از احتمال دور نیست. هرگز به چنین عمل راه ندهید، زیرا این عمل میتواند سرچشمه حادثه ناخوش گردد. گوگیر، چراغ و شمع فروزان را در جای بی خطر گذاشته احتیاط کنید که به کودکان دست نارس باشد. خسروها را در کوچه راهروها، نزد بناهای معمولی و استقامتی و زیر درختان آتش نگیرانید. نباید فراموش کرد که در کارگاه و منزل استقامتی رعایت نکردن قاعده‌های بی خطری خوفی به وجود آمدن سوختار و حادثه‌های ناخوش می‌گردد. راه‌های از سوختار ایمن داشتن زراعت‌های کشاورزی. کانال میدان غلزار که به راه نقلیات مسافربر و راه آهن نزدیکی دارد در مسافه نه کم از 5 متر شدگار نمایید. دود برای همه گونه نقلیات‌هایی را که در موسم جمع‌آوری زراعت‌های غله‌دانه و کشانیدن پخته سفربر می‌شوند حتماً به شراره خاموش کنک جهازانید. پوشانیدن غرم پخته نیز پیشگیری از خطر سرزده سوختار است. نزدیکی میدان غلزار، غرم پخته، ذخیره خوراک چاروا، کشیدن پاپیروس، افروختن آتش، از ملتق شکاری تیر پراندن، استفاده موادهای پیروتکنیکی قطعاً منع است. آموختن و رعایت نمودن قاعده‌های بی خطری ضد سوختار وظیفه هر یک شهروند بوده. در حالتی به وجود آمدن این حادثه ناخوش رعایت قاعده‌های بی خطری و استفاده از آلات‌های سوختار خاموش‌کنی را دانستن و طبق آن عمل نمودن ضرور است. شهروندان عزیز، پیشگیری سوختار آسان‌تر است از خاموش کردن آن. در خاطر دارید تماس بر رقم 01 کفالت پیشگیری خوف پنه‌شوی سوختار است.